финали ҷоми Тоҷикистон ғалаба накардааст. غلبه کردن 5-0 و اون هم در میدان دسته اسخاتا. این کاری آسان نبود و 3 گل اخیر خود رو در لحظه های پایانی رقابت به هدف رساندند فوتبالبازان تیم ریگارتا داس. این گل شیورات المرادوف رو برای ما و شما پیشکش میکنه. این گل چهارم است، ولی ما گل نازیم بابوجانوف رو منتظر بودیم. کوادو فریمپونگ ادامه حمله اسخاتا. و صدای اشتکی داور دوستان ارجمند از پایان بازی دسته های ریگارتا داس و اسخاتا درک میدهد. بازی نهایی جام تاجیکستان در سال 2025 هم پایان مییابد و تیم ریگارتا داس با حساب کلان 5-0 بر تیم اسخاتا غلبه به دست میآورد و همین طور برنده جام تاجیکستان در سال 2025 می شود. و ببینید در تاریخ برگزاری جام تاجیکستان ریگارتا داس همیشه همون دفعه که جام تاجیکستان رو گرفته است سال دوم پای هم اون رو باز هم فتح کرده است و این تاریخ باز تکرار می‌یابد برای ریگارتا داس و این دفعه اونها اسخاتا رو توانستند که با حساب کلان 5-0 شکست بدهند. و سال گذشته هم غلبه کرده بود ریگارتا داس ولی اونجا بر دسته خوجند پیروز شد با حساب 2-1. این دفعه باشد بر تیم اسخاتا دست بالا شد ریگارتا داس. تبریک میگویم دسته ریگارتا داس رو با این غلبه بزرگ خود در فینال جام تاجیکستان و هواداران این دسته رو هم تبریک میکنیم. و اسخاتا البته احسن میگویم، نو بس از اون که حسابی کلان بود اسخاتا تو به این مرحله رسید. اونها تلاش کردند، کوشش کردند، ولی این اولین بار بود برای باشگاه فوتبال اسخاتا که در بازی نهایی جام تاجیکستان اشتراک کردند. امیدوار هستیم که با این باخت فوتبالبازان ریگارتا داس رو افزوده نمیشوند و برای موسم‌های آینده مبارزه میبرند برای به دست آوردن جام و باز برای بهتر کردن نتیجه‌های خود. البته بودند دسته‌هایی که در تاریخ فوتبال کشور یک مرتبه تو به فینال جام تاجیکستان رفتند ولی حالا از ارز هستی نمی‌کنند. یکی از اونها این دسته کوکتوش از نوحه رودکی سال 2022 اونها تو به فینال رفتند زیر راهبری طاهیر مومنوف، ولی بعداً دسته ببینید سال گذشته برهم خورد. سال‌های پیش هم بودند چنین دسته‌هایی که تو به فینال رفتند ولی دیگر وجود ندارند. از جمله که از دسته‌های معروف خیمه بود اگر خطا نکنم که این دسته هم دیگر برهم خورد و باز دسته‌های کمبه‌ها هم بودند که تو به بازی نهایی جام تاجیکستان می‌رفتند. از جمله چند سال پیشتر حاصلات فرخار سال 2016 تو به فینال رفت ولی اونجا از روی ضربه‌های پنالتی از استقلال مغلوب شده بود وقتی دسته رو محمد جون حبیب‌اللهیف راهبری می‌کرد. و اکنون ریگارتا داس برنده 8 کرته جام تاجیکستان شد. بار اول موسم 2000-2001 2001-2002 بعدا سال 2005 6 11 12 24 این دسته غالبیت به دست آورد در بازی نهایی جام تاجیکستان و البته بعد از استقلال که 10 کرات جام تاجیکستان به دست آورده است ریگارتا داس تیم دوم است که شماره زیادی جام را به دست آورده است و همچنین ریگارتا داس 7 کرات چمپیون لیگ عالی فوتبال تاجیکستان هم هست دوستان عزیز. و این شادی و خرسندی فوتبالبازان ریگارتا داس همراه با مخلصانشان که امروز در ورزشگاه قرار دارند و به خاطر دستگیری دسته از شهر ترسونزاده به شهر خوجند بوستانی رفتند. ریگارتا داس همچنین بارها باز در فینال جام تاجیکستان مغلوب شده است. آخرین باری که دسته مغلوب شده بود سال 2019 بود از تیم استقلال، اون هم از روی ضربه های پنالتی. ولی ریگارتا داس این یک دسته هست که همیشه در جام‌های کشور مبارزه میبرد و نتیجه های خوب هم به دست می آورد. خب ببینید شیروانی مباچوف، سمندر قادیروف، شهرت المرادوف، تودافا و نازیم بابوجانوف مؤلف گل ها شدن. اینجا ببینید اونهایی که سهم داشتن در این موفقیت مخصوصا علیشیر توختایف را حالا روی دست میبردارند. اموری بازی دست برای ما شما پیشکش می شود. از روی امور اداره کردن توپ اسخاتا برتری داشت. ضربه ها 13-11 ضربه های راست 9-5 به فایده ریگارتا داس. ضربه های کنجی 0-5 یگان ضربه کنجی بازیکنان ریگارتا داس کار نکرد در بازی امروز. هم خیلی عجیب هم است و دسته توانست موفق شود در
بازی نهایی جام تاجیکستان و اکنون گلچینی بهترین لحظه های این بازی رو برای شما پیشکش میکنیم دوستان عزیز. از آغاز تا انجام و 5 گل رو هم حالا منظوری ما و شما میکنم که به توجه میکنیم. آغاز رقابت برای رگارتا دست خیلی و خیلی خوب بود، مخصوصا همون پرتاب دلیل امام نظرف که توپ رو در این دروازه کرد شیروانی و بچه. دلیل امام نظرف هم یکی از بهترین بازیکنان در واخور امروز است، چون که دو پاس گل‌آور انجام داد این فوتبالباز. پس اولش محض به شیروانی مابچویف تعلق داشت که بعداً شیروانی توانست توپ رو به درون دروازه اسخط روان کند. این ضربه در دقیقه هفتم رقابت با قید گرفته شد و بعدا گل دوم دسته رگارتا دست رو هم باز دلیل امام نظرف تشکیل کرد. پس او به جریمه‌گاه شیروانی مابچویف و ارسال توپ بود. بعدا ضربه رو اجرا کرد خودی سمندر قدیرов، لگنر ازبکستان این دسته و تیم رگارتا دست پیش‌صف شد. در دقیقه 20 رقابت در دقیقه 21 بود است. قسم اول با حساب 2-0 جمع‌بست شد و در قسم دوم از روی بازی برتری نشان دادن فوتبالبازان دسته اسخط، ولی این با آنها امکان نداد برای گل‌های جوابی زدن برای فوتبالبازان اسخط. در قسم اول امکانیت رو داشتند، چند امکانیت، ولی خیلی زیاد زحمت کشید سنجر اخسیبایف، تلاش‌های خیلی زیاد هم کرد این فوتبالباز، اما موفق شده نتوانست. یکی از آن امکانیت‌هایی که او داشت محض همین فرصت بود که هم حمله رو انجام داد، هم بازیکنان تیم حریف رو گذاشت، ولی ضربه‌اش رو فوتبالبازان برگردانیدند. در همین حالت عموما اسخط در قسم دوم فرصت‌های زیاد داشت و شاید یک حمله‌گری ماهر نمی‌رسید، شاید یک محافظتگری که پاس‌های آخرین رو انجام دهد نمی‌رسید برای این دسته تو تیم رگارتا دست موفق شد. ولی نوبت از این هم دسته رگارتا دست برتری خود را نشان داد و این همون لحظه بود که بعد از حساب 2-0 امکانیت خیلی خوب پیدا شد برای فوتبالبازان تیم اسخط. دو دفعه پای هم، اما آن به نتیجه پایان یافت. ضربه های بازیکنان اسخط وارد توری دروازه نمیشدند. شاید این از کم تجربگی دسته بود در چنین سطحی بازی ها. و بعدا در لحظه های آخرین وقتی تمامی فوتبالبازان دسته اسخط به حمله می رفتند، توپ رو شیروانی مابچویف گرفت، حمله جوابی دسته رو آغاز کرد. پس شیروانی مابچویف با شهرت المرادوف که چند لحظه پیشتر به میدان آمده بود با گل سوم دسته انجام یافت. حساب 3-0 شد و این به هر صورت تا یک اندازه نقطه آخرین هم بود برای بازی امروزه. گل سوم شهرت المرادوف، ولی بعدا باز فوتبالبازان رگارتا دست پس از این دو امکانیت دیگر پیدا کردند و آن رو هم با گل انجام دادند. آنجا هم شهرت المرادوف مؤلف گل چهارم دسته رگارتا دست شد. و بعدا باز نازیم بوبوجانوف. بیا توجه میکنیم حالا با گل چهارم دسته رگارتا دست که اون رو هم شهرت المرادوف به هدف رسانید. دلیل امام نظر و شیروانی مابچویف حمله را آغاز کردند. شهرت المرادوف از همین موقع ضربه زد و توپ به درون دروازه رفت و حساب 4-0 شد. البته در بسیاری از دسته های خوب هستند فوتبالبازانی که با میدان آمدنشان کلا بازی رو دیگر میکنند و امروز برای رگارتا دست شهرت المرادوف همین گونه فوتبالباز بود. با آمدنش دو گل پای همین دسته رگارتا دست رو زد و تیمش رو پیش صف کرد. بعدا نقطه نهایی رو در بازی امروز نازیم بوبوجانوف گذاشت، کاپیتان دسته رگارتا دست در رقابت امروزه.
البته پس از این علیشیر توختایف هم خیلی و خیلی خوشحال شد از آن که حالا با ریگارد دست او برنده جام کشور گردید و این گل پنجم است. گل پنجم پس از مرکز میدان انجام شد از جانب خود شهرت المرادوف. اگر از روی نشانداد یا امور گیریم، شهرت المرادوف از همه زیادتر نوبت از آن که کم در میدان بود کار کرد. در دوام این زیاد از 10 دقیقه که در میدان بود او 2 گل زد و یک پاس گل آورد. حالا چنین نتیجه در بازی ریگارد دست کسی انجام نداده است و پس او بنازیم باباجانوف ضربه کاپیتانی دسته حساب 5-0 می شود و همینطور ریگارد دست موفق شد. اکنون دوستان عزیز مراسم جایزه سپاری صورت می گیرد با اشتراک دسته های اسخات و ریگارد دست. سراول با هیئت داوران به نظرم جایزه های فدراسیون فوتبال کشور تقدیم کرده می شود. اینجا در قطار مهمان های فخری مراسم امروز قرار دارند رئیس ولایت سوخت رجب احمد زاده، خوب بعداً نایبانی پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور، معاون کمیته جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، خب رئیس شهر خوجند، کاتب گنرالی کمیته ملی المپی کشور قرار دارند و بعد داوران حالا جایزه مخصوص در بازی امروز تقدیم کرده می شود. سید زینالدینов بازی امروز را داوری کرد. رفری فیفا از شهر دوشنبه وفاق قرایف و اسماعیل نورالیев با او کمک کردند. در کنارها گلمراد سعدالله داوری چهارم بود. در رقابت امروز امیرجان خورکاشف همراه با یاردمچیانش حسن کریمов و زوحل خوجانظرов در نزد ور قرار داشتند و لحظه های بحثناک محض با آنها واگذار کرده شد. واقعا هم در این بازی سطح داوری خیلی و خیلی بلند بود دوستان عزیز و بسیار خوب هم فعالیت کردند گروه کاری داوران با رهبری سیدجان زینالدینov. جام تاجیکستان باز هم به شهر تورسونزاده می رود. جایزه بهترین بازیگر. خب جایزه بهترین بازیگر طور خودی من هم اشاره کردم با شیروانی و ابدچوف داده می شود. من تخمین کرده بودم البته این رو شیروانی و ابدچوف که اینک 90 دقیقه در میدان بود، یک گل و یک پاس گل آور انجام داد و با جایزه بهترین فوتبالبازی این واخوری قدردانی کرده شد. البته که مبارک باشد، ارزنده هم بود که ابدچوف بهترین فوتبالبازی بازی نهایی گردید. فوتبالبازی تیم ملی کشورمون باور داریم که ابدچوف باز در مسابقه جام دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا سهمش برای موفقیت ریگارد دست میرسد. و حالا تبریک میکنم فوتبالبازی ریگارد دست این بازیگر تیم رو و گفتیم در میانه موسم او برای ریگارد دست آمد و در مدت کوتاه الکی یک مهره اساسی، یک فوتبالبازی اساسی دسته ریگارد دست شد. بسیار خوب هم بود. خب حالا دوستان عزیز اینک با بازیگران دسته اسخات حالا مدال های نقره جام تاجیکستان تقدیم کرده می شود و احسن باید گفت با تیم ریگارد دست نوبت از آن که باخت داشتند، باخت کلان هم بود، ولی این دسته تو به همین مرحله خیلی دوره های مشکل رو پشت سر کرد و اومد تو به بازی نهایی. واقعا هم اسخات دسته نظر به دیگر تیم های فوتبال کشورمون در این سطح در این بازی ها تجربه کمتر دارد و من فکر میکنم این یک میشود برای اسخات برای من بعدا دسته البته
این باخت میشود یک تجربه خیلی کلان و امیدوار هستیم که با این نه رهبریت دسته اسخات، نه مربیان و نه مخلصان این دسته رو افتاده نمیشوند و نتیجه های خوبی دسته اسخات رو ما حتما بعداً در لیگ اولی در مسابقه سال آینده خواهیم دید، چون که با میدان آمدنی با صحنه آمدنی دسته اسخات در لیگ اولی که از البته نظر به دیگر دستا شرایط خوبتر هم دارند، من فکر میکنم سطح و صفت بازی ها هم خوبتر میشود و باید احسان هم گفت با هیئت دسته ریگارتا دست با مربیان این تیم با رهبری شهرت و معروف که تو به این مرحله دسته رو رسانیدند و فکر میکنم البته طرفداران این دسته اونقدر روحیه خوب ندارند چون که دسته مغلوب شد و اون هم با حساب کلان، ولی این فوتبال است، فوتبال پیشگویی کردن نمیشود، خود در میدان خود بازی داری، خود در دیگر میدان ها مخصوصا فینال این تا یک اندازه پیشگویی نشونده هم هست. دوستان عزیز والا با بازیگران و مربیان مدال ها تقدیم کرده می شود و همچنین بعد از اسخات مبلغ 40,000 سومانی مکافات از جانب فدراسیون فوتبال کشور تقدیم کرده می شود. 40,000 سومانی چند روز پیشتر وقتی رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده هیئت بازیگران ریگارتا دست رو به حضور پذیرفته بودند 100,000 سومانی تحفه برای رفتن تا به فینال. فکر میکنم حالا این یک مبلغ خوب هم هست که اسخات به دست آورد. 100,000 سومانی برای برآمدن به فینال و 40,000 سومانی باشد مکافات برای زینه دوم در جام تاجیکستان. این هوسمندی بسیار خوب هم هست و من امیدوار میشوم که ریگارتا دست اینک باری دوم پای هم موفق میشود. از جانب حکومت شهر ترسونزاده هم قدردانی کرده میشود، هرچند سرپرست اساسی دسته ریگارتا دست این کارخانه آلومینی تاجیک هست ولی دستم شهر ترسونزاده رو معرفی میکنم. وقتی اخیر البته باید توجه از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده هم به این دسته روان کرده شود و فکر میکنم بعد از این پیروزی حتما باید از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده هم این دسته قدردانی شود، چون که آنها شهر ترسونزاده رو در این مسابقه در این بازی حساس معرفی هم کردند. اصلا باید گفت با هیئت بازیگران ریگارتا دست، با مربیان، با مدیران باشگاه فوتبال ریگارتا دست که دسته در یک حالت بسیار بد قرار داشت و در حال با توجه رهبریت این دسته، با توجه کارخانه آلومینی تاجیک و همچنین تالکو این دسته دوباره احیا شد و حالا ببینید به سطح نو برآمده است. الکی در یک مدت کوتاه تیم ریگارتا دست با مسابقه های سطح باشگاهی آسیا دوباره برگشت. این یک پدیده نو است و امیدوار میشویم که این روند کار در ریگارتا دست ادامه میکند و باز نتیجه های بلند رو ریگارتا دست بیرون از تاجیکستان به دست میآورد. البته وقتی همه یک جا میشوند، رهبریت، مربیان، فوتبالبازان، مخلصان، اون وقت نتیجه هم فکر میکنم به دست می آید و ما مطمئن هستیم که این روند ادامه میکند، چون که ببینید در ریگارتا دست بازیگرانی هستند که از مکتب فوتبالی این شهر هستند، مربیانی که در خود ترسونزاده هستند اصلا حالا یک عضو اساسی ستاد مربیانی علیشیر توختایف می باشند، خواه فرخ چوریف، خواه فرخود خولبکوف، خواه عبدالله عمربویف که سالهای اخیر در این دسته فعالیت میکنند و خب نفران دیگر که سهم دارند در موفقیت این دسته. ولی از همه مهمترش باید گفت که توجه رهبریت همین دسته خیلی و خیلی کلان است و این دسته برگشت باز به سطح نو و امیدوار میشویم که باز هم پرقوت شدن دسته رقابت ها خیلی و خیلی زیادتر می شود و تیم ریگارتا دست می تواند نتیجه های خوبتر هم با دست آورد در فوتبال کشور. حالا با دسته ریگارتا دست مبلغ جایزوی 60,000 سومانی برای موفقیت در فینال و همچنین جام تاجیکستان تقدیم کرده می شود. باری هشتم ریگارتا دست برنده جام کشورمان شد. در تاریخ خود نتیجه خیلی خوب است برای این دسته فوتبال کشورمان و حالا اکنون جام تاجیکستان با کاپیتانی دسته ریگارتا دست تقدیم کرده می شود. مبارک باشد
با تمامی فوتبالبازان و مربیان و راهبریت دسته و مخلصان اشد این تیم که حالا شاید بعضی آنها با شهر خوجند رفتن نتوانستند و توسط آینه نیلگون این بازی را تماشا دارند و خوشحال هم هستند از موفقیت تیم دوست داشته‌شان. حالا جام تاجیکستان با کاپیتان دسته ریگارتا داس تقدیم کرده می شود و فضای تنتنوی البته جشن این موفقیت برای دسته ریگارتا داس شروع خواهد شد. بیاید متوجه می شویم. حالا جام تاجیکستان رو با کاپیتان دسته ریگارتا داس رئیس ولایت سوخت و همچنین رئیس فدراسیون فوتبال ولایت سوخت رجب احمدزاده تقدیم میکنند که سهم این نفر هم در رشد فوتبال منطقه مخصوصا در ولایت سوخت خیلی و خیلی کلان هم هست و حالا البته جام تقدیم می شود با بازیگران دسته ریگارتا داس و جشن با شکوهی با دست آوردن جام کشور از سوی فوتبالبازان دسته ریگارتا داس در میدان 20 سالگی استقلال تاجیکستان در شهر خوجند خیلی و خیلی خوب در سطح بلند صورت میگیرد. ریگارتا داس این سال هم پای هم دو مرتبه صاحب جام تاجیکستان شد و این دفعه آنها در فینال تیم اسخات شهر خوجند را مغلوب کردند. باری دوم سال گذشته هم آنها غلبه کردند و این سال هم یعنی باری دوم دسته توانست موفقیت به دست آورد و حالا البته عکس خاطره‌ای گرفته می شود با هیئت دسته غالب ریگارتا داس و با همین جام تاجیکستان در موسم این ساله با پایان میرسد. دوستان عزیز و ارجمند گزارش مستقیم ما هم حالا پایان مییابد از ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان در شهر خوجند. هیئت تکنیکی شبکه تلویزیونی ورزش و من شورح بابا خلمرزاده این گزارش را برای شما تهیه و پیشنهاد کردیم. مخلصی دسته‌های فوتبال کشور باشید. رقابت‌های لیگ عالی ادامه میکند و ما حتما باز رقابت‌های باشگاه‌های فوتبال کشور را در سطح آسیا هم منتظر خواهیم بود. صحتمند و پیروز باشید تا گزارش‌های